یک روز یک کسی از آلمان آمده بود، آمد بر ما گفت که استاد بله گفت تو طالبا را قناعت دادن نمیتونی که صلاح خدا اله بدن بیاین در اینجا باشه. ما گفتم نه قناعت دادن نمیتونم. گفت تو چه قسم پروفسور هستی؟ من گفتم به خاطر که من دلیل ندارم اونا را قناعت بدم. گفت why؟ گفتم because the sky is too high. گفت چرا قناعت دادن نمیتونی اونا را؟ من گفتم برادر من گفتم تو با عقل داری، از عقل کار میگیری یا بی عقل هستی؟ گفت نه از عقل کار میگیرم. من خب خارجی هستم، از آلمان آمدیم، من تحقیق میکنم، سوال میکنم. ما تو را خواستیم در خانه یک کسی مرا خواست، گفتیم بیا خانه ما، از خانه ما ترسید، گفت خانه تو نمیه. باز گفت تو خیلی من در دفترت میام، گفت در دفتر ما هم نبیا. باز یک کس سکرترش بود چیز بود، در خانه از رفتیم در منطقه چلستون. باز بالاخره کتازی شیشم گفت چرا اورا را قناعت دادن نمیتونی؟ من گفتم من برات یک مثال میتونم. گفت چی؟ گفت مثالی است که مثلا ما یک 5000 افغانی آمدیم در آلمان، کسایی که ضد ما هست و کت ما جنگ میکنه و به حق هستن، یا کسایی که کت از آلمانا شیشته کت ما افغانا در آلمان شیشته باشه و بگه که ما بسیار خوب مردم هستیم، کی به حق است؟ گفت که نه کسایی که پس شما میجنگن، شما استعمار کردید. خب ما گفتیم که لالا و کاکای تو که در افغانستان آمده، حالا ما کوره برم بگویم برای من میگه بی غیرت تو چرا نمیایی؟ برای خب ما قناعت دادن نمیتونم، پس که بیایم یک شهادتنامه بی غیرتی هم در پیشانی میچسبانن. ما خود قناعت دادن نمیتونم، او مرا قناعت میتونه. باور به خدا بکنین والله بالله اینی آلمانی گفت آنچه که گفتی راست. ای خجالت آور نیست که آلمانی کافر قبول میکنه و مسلمانی که هم از قرآن میفهمه و هم از سنت رسول الله میفهمه و این کار میکنه. این خودتان هیچ خیر است، هیچ خیر است. قاقات زور، بابیت زور، بابا کلانت زور، کت 4 تا اندیوال و راکت تو زور، لکن خیر است تاریخ و 50 سال بعد نوشته میشه. نه نشته میشه. جنایتکارا جنایات کمونیستا از هالند و دیگه این هنوز 5000 خوی کمش هست. این خو لقمه صبحشان بود، یکی چند تا را قرد کردن خوردن، شوچه را کشتن، لیلی معسلین یک تکه خالی شد. لیلی خالی شد. من خودم در مدرسه دارالعلوم عربی کابل بودیم برادر عزیز. باور به خدا بکنیم که موترهای اینمی کمونیستایی که امروز هم در قدرت هستن، اینا موترشون وقتی که در این مدرسه میمد، مدرسه ما در پل باغمومی بود، از اونم وقتی که یا یک موترکای کرولای سر خود سوزی قسمی داشتن، این موترهای استخبارات بود. وقتی که موترها سر میامد باور بکن سنخ ما در این بالا بود، تا که میامد و نفر میبرد کلگینم تو میدست، کلگین میدست. مردم به خاطر لا اله الا الله میبردن میکشتن. مردم معسل به خاطر ازی که نماز میخوان میامد در صف لیلیه، چند نفر در نماز خفتن از لیست از رو صف میدادن، باز بعد از یاره میبردن فلانی فلانی فلانی، اینی صف 3 انجینری، اینی صف 2 انجینری، اینی صف اول طب، اینی صف از فلانی. کسایی که در صف نماز بودن این یاره صف از مسجد. من خودم شخصا باور بکنید که من دروغ نمیگم، من خودم شخصا در یک مسجد مردم در پیش خانه ما گفت بیا اینجا نماز بده. من گفتم خوب است، همینجا اتاق شام است، همینجا نمازم بخورم چیز ما است. دیگر روز خفتنکی دیدیم که نفر امنیت آمد، مرا گفت که تو در این مسجد نماز می‌خونی؟ ما نماز می‌خونیم. گفت لیست نمازخانه را برای ما میدی، یعنی جاسوسی کرد ما میدی. ما برش گفتم برادر چی گفت؟ گفت در آسمان بیری از پایایت بگیریم، در زمین بیری از گوشایت میگیریم، لیست مقتدیات برای ما میدی و هر گفتن برای ما گزارش میدی که کی در کجا هست و چی کرده و چنان. این ملا صاحبا و مولویایی که به نامشون اسلامی و پاکشکایشان در اینجا بود، یا خب اکثریتشان جاسوس ها بود. آخر صبح که شد مطلب خیر روز مرا وقت بتین صبح بخیر باز من کتان گپ میزنم. صبحی شد سر کتابا و سلامای گریختم رفتم در بین خانه خود، یک یخنفافه که نیماستینگه کت یک پتلون کوبای لوکس آمده. خادز گفت چی کردی لنگی رو؟ چی گفت تراجی؟ من تو لنگی رو ماندم برای جاسوس های تو.
تو جاسوسی کو اون چیز باشه. ما گفتم بعد از گفتم من خلاص سینما آمدم، من بچه فیلمش نگفتم من باور بکنیم که امامت مسجد به خاطر جاسوسی ترک کرد. یا تو نبود که بگویه که والا فلانی اخوانیست و فلانی مثلا تحریری هست، بیا و نفر حزب تحریر را گرفتیم و 4 تا اخوانی را گرفتیم و 4 تا از جماعت تبلیغ را گرفتیم و آدم بگویه که والا او کار میکنن، زحمت میکشن یا هستن. نه به نام مسلمان. امروز بشار الاسد کافر نمیبینیم که در دیوالا نوشته کردن که لا اله الا الاسد. فیلماش هست پیش من، خواسته باشین براتون میارم. نوشته که لا اله الا الاسد، نیست خدای بغیر از بشار الاسد، ولا رسول الا البعث، و نیست پیغمبری بجز از حزب بعثی. مسلمان است. لعنت خدا سر روز احزابی که به نام احزاب اسلامی هستن، از این خائن از این دفاع میکنن، از کافر. از این خاطر صبح شیخ الحدیث و آیت الله است، دیگر کافر خان. ایمان سخت است آخر زمان. حفظ ایمان در آخر زمان